استاد سوالی من همین که همین زنی که پدر مادرش طلا دادگی باشد طلا با زکاتش شدگی است، نه که زنک یگون جو کار نمیکند، درآمد نداره، منبع درآمدش همین بگیم پسوبی های، همین زکات همین را شوهرش بوده اگردن زنک ساقط میشود یا که نه استاد؟ مسئله طلا اگر از 85 گرم گذشته باشد در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باید زکات واجب میشه و این قول احوط است، یعنی به احتیاط نزدیک است، چون که بعضی حدیث ها هست که به آن تکیه کردن که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعضی صحابه زنها را دیدن که در دستانش طلا، انگشترین، دستبانه ها داشت. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که آیا زکاتش رو میدهی؟ گفت که نه. گفتند که آیا دوست می‌داری که دستبانه از آتش دوزخ باشد برایت؟ گفت نه. گفتند خیر باشد زکاتش را ادا کن. این حدیث ها از مقال خالی نیست، ولی این قولی یعنی به احتیاط نزدیک است. بنابراین از 85 گرم طلا 2.5 گرم تقریبا اطراف 2 زایدتر طلا میدهد یا اینکه به مقدارش پول میتید و با این طلا شق تأثیری کلان هم نمی کند. فرضاً تا سال آینده همین 82.5 گرم طلاش ایستاد، 82 گرم، 81 گرم، 83 گرم زکات نمیتید سال آینده. زیاد شد میتید و زکات بسیار هم نه. همین قدر الله تعالی داده است، شکرانه الله کند، دادن گرد الله زیاده میکند، زکات کم نمی کند. و چقدر زنهایی هستند که طلا آن طرف ایستاد برای خوردن طعام ندارند، برای همین شب گذراندن جای ندارند. بنابراین خوب است که زکات دهد. فرضاً اگر زکاتش به 80 گرم فراید هیچی به او ضرر نمیرسد. بنابراین این همین قولی بسیار خوب. کیلوش زیاد نمیشود اوجه 85 گرم شدگی است، مقصد که درآمد نداره، منبع درآمد ای جونا داره، درآمدش همین پسوب گودکو ای پسوب یا میتونه داده یا که شوهرش بده، بعد همین مقصد ثواب شوهر میگیره یا که همین زن میگیره. همیشه خواستم بفهمم استاد. درآمد دارد درآمد ندارد مهم نه، مهم این که طلا دارد، یعنی طلاش به نصاب رسیده است. فهمیدید؟ اما وقتی که زکاتش میتید شوهرش ثواب میگیرد یا نه، اصل همین خودی صاحب زکات ثواب میگیرد. این مال خودش است، هم ثواب است، این فرض است. هم اگر مثال در صورت راجح برآمدن این قول فرض است برایش زکات برآوردن. من گفتم که آخه برادر 80 گرم شدنش که اون کم بغل هم نمیشد، طلاش کم شدگیش به تاثیر هم نمیرساند. یک زنک 80 گرم طلا دارد، یک زنک 85 گرم، اینو تقریبا فرق ندارد. 5 گرم که هیچی نمیشه.